السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امروز ما درباره احکام نماز جنازه و دفن میت صحبت میکنیم، بلکه احکام نماز جنازه رو در درس قبلی آغاز کرده بودیم. امروز به پایان میرسونیم. بعضی دیگر احکام هست دایر به نماز جنازه که میگذاریم و این چنین در مورد دفن میت صحبت میکنیم. این موضوع بسیار مهم هست، زیرا هر یک مسلمان دیر یا زود با آن روبرو میشود. نماز جنازه و دفن از حقوقهای اساسی مسلمان بر مسلمان می باشد. یعنی هر وقتی که کسی وفات می کند، بر دیگران واجب هست که او را با احترام غسل دهند، نماز خوانند و درست دفن کنند. شریعت اسلامی در این مورد راه را آسان و روشن کرده است. چگونه نماز خوانده شود، که پیشتر حق دارد، یعنی در نماز را امامت کردن، و چگونه میت با خاک سپریده می شود. از این رو ما این احکام را می آموزیم تا در وقت ضرورت آنها را درست و با احترام اجرا کنیم. مصنف می گوید فصل السلطان احق بصلاته، یعنی این در اینجا تنها فصل نوشته شده است، اما این فصل در مورد حالتهای گوناگون نماز جنازه هست یا احکامی که دایر به نماز جنازه هست. در اینجا صحبت می کند. السلطان احق بصلاته. اولا در اینجا این سؤال رو به این سؤال جواب می گرداند که کی بیشتر حق دارد نماز جنازه رو بخواند. پس می گوید که سلطان، یعنی که حاکم مسلمانان، بیشتر از همه حق دارد که نماز جنازه رو بخواند. ثم نائبه، و سپس یا بعد از او نائبش، کسی که او یعنی انتخاب کند. ثم القاضی، و بعد از آن قاضی. ثم امام الحی، سپس امام یا اینکه کسی که از همه بالا و بلند هست در یک محله، یعنی پیشروی محله یا راهبری محله، کلون محله. ثم الولی، و بعد از آن ولی، یعنی از همه خویشی نزدیک. ولمن له التقدم ان یأذن لغیره، کسی که حق پیشروی یا تقدم یعنی پیش بودن رو دارد، ان یأذن لغیره، اجازت دارد، حق دارد که به دیگری اجازت دهد، یعنی او رو پیش کند. فإن صلى غیره اعادها ان شاء. اگر شخصی دیگر نماز رو بخواند، صاحب حق می تواند که اگر بخواهد نماز رو دوباره بخواند. ولا يعيد معه من صلى مع غیره، اما کسی که نماز را با دیگر کس خوانده است نباید دوباره اعاده کند، یعنی که دوباره نماز را بخواند با او. یعنی که کسی که حقدار هست از همین نفرهایی که ذکر شده هست، اینها می توانند که نماز را یا خودشان بخوانند یا یک نفر دیگر را انتخاب کنند یا با آنها این عمل را، این مسئولیت را بسپارند. اما اگر کسی به دیگر شخص سپریده باشند و آن شخص نماز را ادا کند و سپس آنها خودشان بخواهند که نماز را بخوانند، می توانند. اما کسانی که با آن نفر دیگر، با آن نائب نماز را اگر خوانده باشند، دوباره اعاده نمی کنند. ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به. و در این آخرام قسمت مصنف در اینجا یک سؤال دیگر را یا یک مسئله دیگر را روشن می نماید. می گوید که کسی که از روی شریعت حقی پیشروی دارد یا که حقی تقدیم یا تقدم دارد، یعنی که چطوری که در اینجا ذکر شده است، اولا سلطان هست و بعد از آن نائبش هست و بعد از آن قاضی هست، امام محله هست و غیره و غیره. کسانی که حق پیشداری یا پیشروی دارند از نگاه شریعت، آنها زیادتر یعنی حقدار هستند، سزاوارتر هستند از آن کسی که از شخصی که میت وصیت کرده باشد بر او که نماز خواند. خب طبق قولی مفتابهی، یعنی طبق قولی معتمد یا قولی که
бар ӯ фатво дода мешавад ё фатво бар ӯст, яъне ки фатво бар ҳамин қавл ҳаст. фарз кунем ки агар шахсе ки дар қайди вафот ҳаст, шахсе ки бемор ҳаст ва дар дами марг ҳаст, агар васият намояд ки ман мехоҳам фалон шахс барои ман намози ҷанозаро бихонад, аммо он шахс яъне бо яъне он шахс султон набошад ё ноибаш набошад ё қозӣ набошад ва ғайра, пас ин нафарҳое ки шариат муқаррар кардааст ё ҳаққи тақдим додааст, онҳо ҳақдортар ҳастанд аз он шахсе ки майит васият карда буд. яъне майит агар бародарашро ё ягон каси дигарро васият карда бошад ё интихоб карда бошад, ӯро намегирем. ӯро барои намозро имомат кардан ё намозро хондан интихоб намекунем, агар ин нафарҳои болода зикршудагӣ мавҷуд бошанд. барои ҳамин ин қоидаҳоро донистан муҳим ҳаст, то ин ки дар ин гуна ҳодисаҳо ҷангу ҷидол нашавад байни мардум, ки ман намозро мехонам ё ту намозро бояд нахонӣ ва ғайра ва ғайра. касе ки шариат ҳақдор кардааст, ҳамон нафар намозро мехонад ё касе ки ӯ интихоб кунад. сипас муаллиф мегӯяд: ва ин дуфина била солатин суллия ала қабриҳи. агар майит бидуни намози ҷаноза дафн шуда бошад, суллия ала қабриҳи, бар қабраш, болои қабраш намози ҷаноза хонда мешавад. ва ин лам юғсал ма лам ятафассах, ҳатто агар чӣ ки ғусл дода яъне набошад, то вақте ки ҷасадаш вайрон нашуда бошад. дубора такрор мекунам ки агар майит бидуни намози ҷаноза дафн шуда бошад, то вақте ки ҷасад вайрон нашудааст, яъне тағйир наёфтааст, безеб нашудааст, бар болои қабраш намоз хонда мешавад, ҳатто агар шуста нашуда бошад. хуб, яъне ки мо ба худи майит намоз намехонем, касе ғалат нафаҳмад, яъне намози ҷанозаи ҳамон мурдаро мехонем, аммо чунки аз кадом сабабе бошад намози ҷанозааш хонда нашуда бошад, намози ҷанозаашро бар болои қабраш хонда мешавад. акнун як масъалаи дигар дар ин ҷо пеш меояд. агар чанд ҷаноза ҷамъ шавад, чӣ гуна бояд намози ҷанозаро адо карда шавад? пас дар ин ҷо мусанниф мегӯяд: ва ида иҷтамаат илҷанаизу фалифроду бисолати ликуллин минҳа авла. агар чандин то ҷаноза бошад, яъне чандин то майит бошад, мурда бошад, беҳтарин кор ин аст ки барои ҳар як кадом ҷудогона, яъне ҷудо намоз хонда шавад. хуб, ин аст авло ё ин аст аз ҳама роҳи беҳтарин. аммо чӣ тавре ки шумо фаҳмида метавонед, ин ҳама вақт имконият надорад, махсусан дар ҷое ки ҷанг бошад ё ягон мушкилот ё ҳодисаи дигар бошад. ва юқаддаму алафдалу фалафдал. ва дар ин вақт аз ҳама яъне агар як ҷое хонда шавад, пас авлотарин, яъне шахси беҳтар ё бештар дар фазилат пеш гузошта мешавад. агар яъне ҳатто агар ҷудогона хонда шавад ё ин ки вақте ки ҷамъ карда шавад, юқаддаму тақдим дода мешавад шахсе ки афзал бошад, яъне ки шахсе ки авлотарин бошад ё беҳтарин бошад, яъне бар болои он мурда аввал намоз хонда мешавад. ягон шахсе бошад ки масалан ҳофизи Қуръон бошад, масалан олими дин бошад, шахсе масалан аз нигоҳи шариат барои дин хизмат кардагӣ бошад, ин гуна ашхосро ва нафарҳоро тақдим дода мешавад. бар болои онҳо намози ҷаноза аввал хонда мешавад, то ин ки онҳоро зудтар ба қабрашон ба хок супорида шавад. ва ин ҷамъаҳа ва салла алайҳа марратан ҷаъалаҳа саффан тулан мимма яли алқиблата биҳайсу якуну садру куллин қуддама алимами. дар ин ҷо акнун мефаҳмонад ки агар бар тамоми майит, бар тамоми мурдагон агар як бор намози ҷаноза хонда шавад, чӣ гунае ки мо мушоҳида мекунем мутаассифона дар замонаи мо, ки дар давлатҳое ки ҷанг ҳаст, махсусан дар Ғазза, ин ҳодиса пеш омадааст, ки ин қадар мурда зиёд пеш меояд, ки бар болои ҳар як қадами онҳо намози ҷудо хондан ҳатто имконият надорад, чунки вақт нест ё ин ки шароиташ нест ё ин ки нафарҳо яъне бояд ба хок супорида шаванд ва вақти ин ҳам кам ҳаст. пас агар
لازم شود که بر بالای تمام آنها یک بار نماز جنازه در یک وقت یعنی خوانده شود. پس چگونه باید این کار کرده شود؟ میگوید که و اگر جمع کند یعنی تمام نماز جنازه ها را جمع کند به یک نماز بر بالای تمام آنها در یک وقت بخواند و صلی علیها مرة و بخواند نماز بر بالای آن. در اینجا برمیگردد این ضمیر واحد مؤنث هست که برمیگردد به جمع به چیزی که جمع باشد. مثلا در اینجا میتواند اموات باشد یا جنائز باشد. این برمیگردد به کلمه جنائز. کلمه جنائز چون که جمع هست اشاره کرده می شود به طرف آن با واحد مؤنث. این یک قاعده نحوی هست. پس نماز میخواند بر بالای او یک بار. پس اگر آنها را جمع کند و نماز بخواند بر بالای آنها یک دفعه جعلها صفا طولا، تمام آنها را یک صفی دراز یعنی میکند، تمام آنها را به یک صفی دراز میگذارد. جنازه ها را در یک صف در طرف قبله گذاشته می شود. مما یلی القبله، به طرف قبله گذاشته می شود به گونه‌ای که سینه هر یک کدام آنها پیش امام قرار گیرد. خب بحیث یکونو، به این گونه‌ای که سینه هر یک کدام آنها صدر کلین، سینه هر یک کدام آنها چی باشد؟ پیش امام قرار گیرد. وراء ترتیب، و در این حالت باید ترتیب رو رعایت کند. پس چگونه؟ یعنی ترتیب نفرها رو باید رعایت کند. زن هست، مردان هست، زنها هست، یعنی خنثی هست، کودکان هست. پس چگونه آنها رو باید ترتیب دهد؟ پس چی میکند؟ فیجعل الرجال مما یلی الامام، پس اول یعنی در ترتیب چنان رعایت میکند که اول مردان رو نزد امام میگذارد، ثم الصبیان، سپس یا بعد کودکان، سپس خنثی ها رو، یعنی شخصی که جنسش معین نیست. من این رو قبلا به شما فهماندگی هستم که خنثی میتواند که خود خنثی هم که شخصی که نه زن باشد نه مرد باشد یا هر دوی عضو را داشته باشد، این هم چندین قسم ها دارد. بعضی هایش میتواند که زیادتر به زن بودن میل داشته باشند، بعضی هایش میتوانند که زیادتر به مرد بودن میل داشته باشند و بعضی هایش که آنها را خنث مشکل گفته می شود، آنها نه به زن بودن و نه به مرد بودن میل دارند. به روسی به فکرم گرمافرودیت میگویند، به انگلیسی هرمافرودیت میگویند. خیلی شما این را قبلا درک کردگی هستین. اگر این کلمه رو نویسید انشالله از لغت میتوانید که زیادتر معلومات بگیرید. اما در اینجا هم واضح کردم بعد آنها رو گذاشته می شود، یعنی خنثی ها رو گذاشته می شود، ثم النساء، و سپس زنان را. ولو دفنوا بقبر واحد، و اگر یعنی در ترتیب نماز این گونه ترتیب گذاشته می شود و مردان از همه قریب باید با امام باشند. اما اگر دفن کرده شوند در یک قبر، سبحان الله، بعضی وقت همین هم ضرورت می شود، مخصوصا در وقت جنگ که تمام مردگان رو، تمام میت ها رو در یک قبر گذاشته می شود. چون که یعنی شرایطش نیست که چندین تا قبر یعنی کنده شود و هر یک میت جدا جدا در قبر خودش مانده شود. برای همین تمامش در یک، تمام میت ها در یک قبر یعنی دفن کرده می شود. پس اگر دفن کرده شوند به یک قبر، وضعوا گذاشته می شوند برعکس این. برعکس چی؟ برعکس این ترتیبی که قبلا مصنف ذکر کرده است به ما. یعنی اول زنها رو میمونیم، سپس خنثی ها رو، سپس کودکان رو. و برای چی این گونه ترتیب رعایت کرده می شود؟ اگر اهمیت بدهید این مانند هست به بعض دیگر قانون های شریعت، برای اون که زن زیادتر ستر داده شود، زنها زیادتر پوشیده شوند. از این سبب است که از مردان هم دور مانده می شوند و یعنی با آنها زیادتر ستر هم داده می شود. ولا یقتدی بالامام من وجده بین تکبیرتین. اکنون این قسمت نو در مورد اقتدا کردن در نماز جنازه هست. پس مصنف میگوید که ولا یقتدی بالامام من وجده بین تکبیرتین، کسی که امام را در میان دو تکبیر پیدا میکند یا درک میکند، ولا یقتدی، اقتدا نمیکند از او، یعنی فورا به نماز داخل نمیشود. بل ینتظر تکبیر الامام، بلکه باید انتظاری تکبیری امام شود، بلکه انتظار شود
تکبیری امام را فیدخل معه و یوافقه فی دعائه. پس هنگامی که امام تکبیر میگوید، یعنی در عین وقتی تکبیر گفتن امام تکبیر میگوید با او، یعنی تکبیری بعدی رو انتظار می شود و با امام تکبیر میگوید و به نماز داخل می شود و با او موافقت می کند در دعایش. یعنی پس با او همراه می شود و دعا را همراهی او می خواند. ثم یقضی ما فاته قبل رفع الجنازه. یعنی که چی شد در اینجا؟ در بین دو تکبیر امام رو درک کرد، خودش تکبیر گفته بر داخل نماز نمی درآید، انتظار می شود تکبیری سوم را تکبیر می گوید و بعدا با او موافقت می کند، یعنی که یک جای می شود در وقت دعا گفتن. سپس آن چیزی که فوت شد، آن چیزی که از دست داد، یعنی از نماز، او را قضا می کند پیش از بالا شدنی جنازه. یعنی فوراً باید بعد از تمام کردن امام رکعت نیست اما تکبیرهای فوت شده خود را باید فوراً قضا کنند که این اونقدر وقت را حتی نمیگیرند. ولا ینتظر تکبیر الامام من حضر تحریمته. کسی که از اولی تکبیر تحریمه، یعنی که از تکبیر اول حاضر باشد، حاضر هست، دیگر انتظار نمی شود، یعنی فوراً همراه می شود با امام. چونکه در اینجا ولا ینتظر تکبیر الامام من حضر تحریمته، کسی که حاضر شود، یعنی که موجود بود با امام در وقت تکبیر اولش، تکبیر تحریمش، انتظار نمی شود امام را، مثلا اگر از نماز بیرون شده باشد یا بنا کند بر نمازش، شرط نیست که بعد از انجام دادنی یا بعد از تمام کردنی مثلا بینای خود انتظار شود. با هر سببی که باشد اگر باید دوباره به نماز داخل شود، چون که تکبیر تحریمه را درک کرد، یعنی با امام گرفت، دریافت کرد، میتواند که نماز خود را ادامه دهد، تکبیر خود را بگوید یا اینکه در نماز دوباره همراه شود. و من حضر بعد التکبیرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحیح. و کسی که بعد از تکبیر چهارم، چون که در نماز جنازه 4 تکبیر می باشد، قبل السلام گفتن چون که اگر بعد از سلام باشد البته که نماز رو دریافت نکرد. اما در اینجا سوال خلق می شود که اگر کسی بعد از 4 تکبیر به نماز حاضر شود اما پیش از سلام باشد چی؟ پس در این حالت مصنف جواب می دهد که نماز رو از دست داد، در این حالت هم نماز رو از دست داد. خب و این بود این قسمت کلا در موردی همراه شدن یا اقتدا کردن از امام در وقتی که از اول نماز با او نباشد هست. اگر تکبیر خلاصه این قسمت چی شد؟ اگر تکبیر تحریمه رو دریافت کند با امام، میتواند با امام دوام بدهد. اگر در بین دو تکبیر او را پیدا کرد، باید انتظار شود تا اینکه تکبیر بعدی رو بگوید، چی دوم باشد چی سوم باشد، و بعد از آن همان عملی که باید گفته شود یا کرده شود بعد از آن تکبیر با امام میکند. و کسی که بعد از 4 تکبیر با امام یک جا شود، حتی پیش سلام هم باشد، نماز رو از دست داد. و اگر بعضی تکبیرها رو از دست دهد، یعنی که از 3 تکبیر کم باشد، 3 تکبیر یا کمتر باشد، چون که 4 تکبیر رو از دست بدهد تمام نماز رو دریافت نکرد، اما 3 تکبیر رو کمتر باشد باید یعنی آنها رو قضا کند. و تکره الصلاة علیه فی مسجد هو فیه او خارجه و بعض الناس فی المسجد علی المختار. در این قسمت مصنف در موردی اینگر میزند جایهایی که خواندن نماز جنازه مکروه است. میگوید و تکره الصلاة، مکروه است، نماز خواندن مکروه است، یعنی که باید ترک کرده شود این عمل. مکروه است خواندن نماز جنازه در مسجدی که او در آن باشد. در اینجا در یک نسخه دیگر آمده است مسجد جماعتی، یعنی که در مسجد جماعت، وقتی که جنازه در داخل آن باشد، یعنی که نماز رو در داخل مسجد خواندن یا در مسجد جماعت خواندن در حالتی که جنازه در داخل مسجد باشد مکروه است. یا اینکه او خارجه، یا جنازه بیرون باشد
ولی بعض از مردم در داخل مسجد باشند، یعنی یا اینکه در داخل مسجد نماز خوانند. یعنی که نماز جنازه باید در داخل مسجد خوانده نشود بلکه بیرون از مسجد خوانده شود. کراهت دارد نماز جنازه را در درون مسجد خواندن. طبق قولی انتخاب شدن. و من استحل سمیه. اکنون یک موضوع دیگر، نماز جنازه بر طفل نوزاد و کودکی اسیر شده چه حکم دارد؟ و من استحل سمیه و غسل و صلی علیه. میگوید اگر طفل هنگام تولد صدا دهد، اگر طفلی نوزاد هنگام تولد شدن صدا دهد، یعنی علامت زنده بودن را نشان دهد، سمیه نام داده می شود. صیغه مجهول. سمیه از اسم هست. خب سمیه نام داده می شود، غسل شسته می شود و صلی علیه و بر بالای او نماز جنازه خوانده می شود. و ان لم یستحل غسل فی المختار. و اگر صدا نداده باشد، یعنی که یگان خیل علامت زنده بودن نباشد، پس در این حالت طبق قولی مختار یعنی انتخاب شده شسته می شود، غسل داده می شود. و ادرج فی خرقت و در متاع یا در لطه، در خرقه یعنی یک لطه یا یک لحاف، یعنی چی می شود؟ پیچانیده می شود. و دفن و دفن کرده می شود. ولم یصلی علیه، اما نماز جنازه بر بالای او خوانده نمی شود، زیرا یعنی زنده بودنش ثابت نشده است. کصبی سبیه مع احد ابویه. و این همچنین در مسئله هست که کودکی باشد که با یکی از پدر مادرش اسیر شده باشد و بعد فوت کند. بر او نماز خوانده نمی شود مگر اینکه یکی از آنها مسلمان شود یا خود کودک مسلمان گردد یا یکی از پدر مادرش همراهش اسیر نشده باشد، یعنی حکم اسلام بر او ثابت گردد. کصبیین به مانند کودکی که سبیه یعنی اسیر شود، این در داخل احکام جنگ کردن و غیره داخل می شود، اما اسیر گردد مع احد ابویه با یکی از پدر و مادرش. چون که وقتی که کودک با یکی از والدینش اسیر می شود، یعنی که چی می شود؟ یعنی اسیر گرفته می شود، در این حالت در حکم مادر و پدرش داخل می شود. یعنی که اگر مسلمان ها یکی از یگان زن یا مرد را، یگان مادر یا پدر را به طرف خود بگیرند همچون اسیر از طرفی از جانب کافران و با همان زن یا مرد یک طفل باشد، البته که آنها کافر هستند، پس اگر این گونه طفل وفات کند، البته که به مانند پدر یا مادرش یعنی کافر حساب می شود یا غیر مسلمان حساب می شود. الا ان یسلم احدهما، مگر اگر یکی از آنها یعنی که یکی از مادر یا پدرش مسلمان باشد یا اینکه خودی کودک مسلمان شود، یا اینکه او لم یصبح احدهما معه، یا اینکه یکی از والدینش با او گرفته نشود. این قسمت آخران تفصیلات بیشتری دارد که این دایر به احکام جنگ هست، پس ما در این داخل نمی شویم، برای همین این رو من میگذارم. و این کان لکافر قریب مسلمون. اکنون در اینجا یک مسئله دیگر پیش می آید در مورد کافران و برخی گناهگاران. این کان لکافر قریب مسلمون، اگر شخص کافر خویش مسلمان داشته باشد، غسله كغسل خرقة نجسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته. اگر شخص کافر خویش مسلمان داشته باشد، جسد او همچون چیزی که ناپاک هست شسته می شود، یعنی برای پاکی ظاهری در متاع پیچانده می شود یا در یک مثلا لحاف پیچانده می شود، سپس
یا به یگان چقوری انداخته می شود یا به اهل دینش سپریده می شود. خب ببینید من این مسئله رو برای شما چی میکنم واضح میکنم این مسئله رو و سپس این مسئله قبلی رو هم کمک وضاحت میدهم. و این کان لکافر قریب مسلمون این چی معنا دارد؟ من گفتم که اگر کافر یگان خویشی مسلمانی نزدیک داشته باشد برای چی یعنی این کافر رو این گونه باید شسته شود و غیره؟ برای اون که این مسئله درباره چی هست در موردی اولا متن میگوید که اگر کافر خویشی مسلمان داشته باشد جسدش مثل چیزی که ناپاک هست شسته می شود و غیره و غیره. معنای این چیست؟ این معنا ندارد که او را مثل مسلمانان با غسل جنازه می شویند یا شسته می شود، بلکه معنایش این است که بدنش تنها برای پاکی ظاهری شسته می شود، یعنی که تا بو یا ناپاکی نباشد و نه با نیت عبادت و نه با ترتیب غسل شرعی مسلمانان. و چرا این کار رو ما میکنیم؟ یعنی که برای این کافر، برای چی ما این کافر رو همچون یک چیز عادی میشوییم؟ متن میگوید که همچون یک چیز عادی این کافر رو باید شسته شود یا اینکه بشوید. برای چی؟ از سبب اون که خویش مسلمان دارد او را کاملا یعنی ما باید نپرتایم، کاملا او را پرتافته نمیمانند. پس برای همین با یک حد احترام ظاهری چی میکنیم؟ نگاه میکنیم و سپس او را در یک لطه در یک متاع میپیچونند یا به اهل دینش میسپارند و بر او نماز جنازه البته که خوانده نمیشه چون که مسلمان نیست. برای همین است که این قسمت در مصنف میگوید که اگر یک کافر قریبی مسلمان داشته باشد، خویش مسلمان داشته باشد، پس همچون یک عمل انسانیت این کافر را اگر کسی دیگر نباشد تنها به مانند یک لطه‌ای که ناپاک باشد شسته می شود. یعنی که فرض کنید که یک چیز ناپاک باشد، یک پرده باشد، یک قالین باشد، یک لطه باشد که چرک باشد، چگونه ای که ما همین خیل میشویم همون لطه را که ناپاکی را دور کنیم، همین خیل این انسان را حتی که کافر هست شسته می شود میگویند. یعنی که اگر دیگران نباشد و خویش و تبارش نباشد و این نفر را ما چی کنیم؟ یعنی که نمیشد که این انسان را همین خیل در یک جا ما گذاریم. کمک میشویم میگوید و این را در یک لطه در یک لحاف میپیچونیم و در یک چقوری میاندازیم یا اینکه به همون خویش و تبارش تسلیم مینماییم. چون که البته ما غسل شرعی نمیدهیم اما بالاخره هر یک انسان هست. پس اگر خویش و تبار داشته باشد، مخصوصا در اینجا خویش و تبار مسلمان دارد، پس احترام به آن خویش و تبار مسلمانش ما این نفرشون را، این خویش و تبارشون را، این اهل عائله‌شون را کمک میشویم و تسلیم میکنیم اگر کسی دیگر البته نباشد یا اینکه خودی خویش و تبار این شخص دور باشد. این است معنای این مسئله. و اکنون این مسئله قبلی را هم کمک روشن‌تر میکنم، مسئله کودکی اسیر شده. این مسئله درباره کودکی هست که در حالت جنگ یا اسارت، یعنی که به دست مسلمانان میافتد، گرفته میشود. قاعده در اینجا چنین هست: اگر کودک با پدر و مادر کافرش اسیر شود، یعنی گرفته شود و بعد وفات کند، بر او نماز جنازه خواندن نمی شود. برای چی؟ چرا؟ زیرا که کودک در حکم به دین مادر و پدرش پیروی می کند. هر یک کودک به دین مادر و پدرش پیروی می کند، یعنی مسلمان حساب نمی شود. یعنی که در احکام جنازه، در احکام غسل دادن، نه اینکه در آخرت اگر بالغ نباشد، البته که الله سبحانه و تعالی با نابالغان دیگر خیل حساب و کتاب میکند. اما تا جایی که احکام دنیوی میرود، آیا ما غسل میدهیم، نماز جنازه میخوانیم یا نه ما کودک را در حکم والدینش حساب میکنیم. اما در 3 حالت بر او نماز جنازه خوانده می شود. یکم، اگر یکی از پدر و مادرش مسلمان شود. دوم، یا خودی کودک مسلمان گردد. یا سوم، یا یکی از پدر و مادرش با او اسیر نشده باشد، یعنی که کودک تنها خودش به دست مسلمانان افسیده باشد. پس در این حالتی اخیر کودک زیر حکم مسلمانان قرار می گیرد. بنابراین او مسلمان حساب می شود
و بر او نماز جنازه خوانده می شود. امیدوارم که این مسئله را خوب درک کردید و این قسمت آخرانش را اکنون انشاءالله می گذاریم. میگوید که ولا یصلی علی باغ و قاطع، یعنی با کدام نفرها نماز خوانده نمی شود، یعنی گروه نفرهایی که نماز جنازه بر بالای آنها خوانده نمی شود. میگوید ولا یصلی، نماز خوانده نمی شود بر بالای باغ و قاطع. اولا باغ، کسی که بر حاکم حق با جنگ برآمده است. باغ کسی که باغی باشد، خب شورشگر کسی که باغی باشد. و قاطع طریق، این کلمه دوم هست، قاطع طریق، راهزن اگر در حالت جنگ یعنی کسی کشته باشد یا کشته شود. قتل حالت المحاربة و قاطع طریق قتل، و راهزنی که در وقت محاربه، در وقت راهزنی چی شود؟ کشته شود. قتل یعنی کشته شود. در این حالت برای چی در این با این گناه و با این جرم مبتلا بود، در این حالت بالای او نماز خوانده نمی شود. و قاتل بالخنق غیلة، قاتلی که پنهانی مثلا با یعنی با بوغی کردن کشته شده باشد. خب قاتل بالخنق غیلة، یک بار دیگر ترجمه میکنم، قاتلی که یعنی پنهانی کشته است کسی را، یعنی کسی را فریب داده یا ناگهان بی آگاهی بیگان خیل جنگ دو طرفه مثلا با بوغی کردن. خب قتل با خنق غیله، با خنق غیله یعنی کشتن با فشار دادن گلو به طور مخفی. خب بالخنق غیلة این رو چی گفته می شود؟ قتل کردن با فشار دادن گلو به طور مخفی، یعنی که قاتلی که پنهانی یک کسی رو بکشد. خب حتی با او یک مثلا شانس میگویم، یک وقت ندهد، وقت حتی ندهد که او از خود دفاع کنند. خب این بود قاتلی که با خاموشی پنهانی کسی رو بکشد، و این بود راهزنی که در وقت راهزنیش چی شود؟ یعنی کسی که در راه مردم رو میزند و مالهایشان رو میگیرد. اگر در این حالت کسی رو کشته باشد یا اینکه خودش کشته شود، یعنی که بر بالای او نماز خوانده نمیشود. و اینچنین باغی، یعنی کسی که به ضد حاکم مسلمانان حاکم عادل باشد، با او به ضد او به جنگ به ضد او با جنگ برآمده باشد. و مکابر فی المصر لیلا بالسلاح، و مکابر فی المصر لیلا بالسلاح، کسی که شبانه در شهر با سلاح میبراید و مردم را میترساند، یعنی که امنیت را ویران میکند و ترس میاندازد. و مقتول عصبیة و این وصلوا. خب و مقتول عصبیة، و شخصی که از روی تعصب کشته شود، یعنی که در جنگ های بی‌عدالتانه مثل جنجال های قبیلوی یا گروهی، نه برای حق، یعنی که کسی که برای عصبیت، کسی که برای تعصب از روی تعصب کشته شود حتی اگر شسته شده باشد. خب و قاتل نفسه یغسل و یصلی علیه، در اینجا یک توضیح میدهد، میگوید اما کسی که خودکشی کند، خودش را بکشد، شسته می شود و برای بالای او نماز جنازه خوانده می شود، زیرا که او از اسلام خارج نیست. خب و الله سبحانه و تعالی حالتهای آنها رو بهتر می داند. لا علی قاتل احد ابویه عمدا، اما بالای شخصی که قاتل یکی از پدر و مادرش باشد، یعنی حتی یکی از پدر و مادرش رو هم قتل کند، بر بالای او نمازی جنازه خوانده نمی شود. و این همچون یعنی تأدیب هست و از نگاه شریعت. در اینجا انشاءالله درس رو میگذاریم.
امیدوارم که درس با شما واضح شده باشد. پس این بود اشخاصی که نفرهایی که بر بالای آنها نماز خوانده نمیشود. در اینجا در این قسمت آخران رو توضیح داده است. کسی که خودش را بکشد بر بالای او را غسل داده میشود و بر بالایش نماز خوانده میشود. اما کسی که یکی از پدر مادرش را هم حتی قتل کند بر بالای او نماز خوانده نمیشود، اما قصدی باشد، خطا باشد، دیگر حکم دارد. امیدوارم که همش واضح باشد. انشاءالله در همینجا درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.